آقا سلام علیکم. امروز اومدم بهتون ثابت کنم حتی از خرید کردن و پاساژگردی هم میتونید درآمد دلاری داشته باشید. خب الان داریم میریم سمت چند تا مغازه لباس فروشی. همطور که میبینین کلی مغازه جذاب اینجا هست که هر کدومشون مدل‌های مختلف و استایل‌های خفن خاص خودشون رو دارن. ولی نکته‌ای که امروز میخوام بهت بگم اینه که هر کدوم از این خریدهایی که میکنی میتونه تبدیل بشه به یک محتوای عالی برای یوتیوبت. فکر کن به جای اینکه فقط خرید کنی و از مغازه بیای بیرون، میتونی از هر خریدت یه ویدیوی نقد بسازی. مثلا نقد کردن لباس. چطور به نظرت میاد؟ راحتی پاچش، سایز مناسبش، یا مثلا مقایسه قیمت‌ها. این لباس به نسبت کیفیتش قیمت مناسبی هم داره، یا حتی میتونی استایل‌های مختلف رو با هم مقایسه کنی. مثلا این لباس با شال رنگ دیگه‌ای هم مثلا ست میشه، چه شکلی میشه، چطور میشه از یک لباس چند تا استایل مختلف درست کرد. من این لباس رو پوشیدم، به نظرم به هم خیلی نرمه هم خیلی خوشگله تو تنم. اینجاش هم تازه جیب داره، خیلی خوشگله. و خیلی هستن که توی یوتیوب ویدیوهایی میگیرن که لباسا رو میپوشن، بررسی میکنن و همین ویدیو رو توی یوتیوب آپلود میکنن و هزاران دلار درآمد دارن. اینطوری نه تنها میتونی تجربه خودت رو با دیگران به اشتراک بذاری، بلکه میتونی مخاطب‌هایی رو راهنمایی کنی که چه لباس‌هایی برایش موقعیتی بهتره. و نکته مهمتر از همه اینه که این سگ ویدیوها تو یوتیوب با اسم تریان هال یا ریویو، یعنی از یه محصول یا یه لباس استفاده می‌کنی، میپوشی، نظر میدی و اون ویدیو میتونه بهتره کنه تو یوتیوب. خب امروز ثابت کردیم حتی خریدن لباس و پاساژگردی میتونه تبدیل بشه به یک منبع درآمد دلاری. فرقش اینه که بعضیا خرید میکنن و فقط خرج میکنن، ولی بعضیا خرید میکنن و همزمان محتوا میسازن و درآمد دلاری دارن. حالا سوال من از شما اینه، اگه شما بودین اولین لباسی که نقد میکردین چی بود؟ حتما توی کامنت ها بهم بگین. سابسکرایب هم یادتون نره، چون قراره ایده های بیشتری با هم بررسی کنیم.